انتگرال تانژانت ایکس رو بلد نیستی؟ بیا من سریع بهت یاد میدم. لطفاً سابسکرایب فراموش نشه، لایک کنید، کامنت هم بذارید. خوشحال میشم نظرتون رو بدونم. من میخوام انتگرال تانژانت ایکس رو بگیرم. اولین چیزی که به ذهنم میاد اینه که تانژانت رو بنویسم سینوس ایکس به روی کوسینوس ایکس دی ایکس. خب این کار درستیه. قبل از اینکه ادامه بدم میخوام یه فرمول مهم انتگرال گیری رو بهت معرفی کنم. اگر ما یک کسری رو داشته باشیم به این صورت باشه که در مخرج تابعی باشه و در صورت مشتق اون تابع باشه و انتگرال این کسر رو بخوایم بگیریم، جواب انتگرال این کسر چی میشه؟ ln مخرج با این شرط که قدر مطلق داشته باشه، یعنی باید براش قدر مطلقه رو بذاریم، به علاوه ثابت c. چرا و چطور به این فرمول میرسیم کاری بهش نداریم، اما این فرمول مهم رو داریم. حالا همون جوری که من اطلاع دارم میدونم که کوسینوس x مشتقش میشه منفی سینوس x. بلد نیستی؟ تو 2 پست قبل توضیح دادم که چطور به این نتیجه میرسیم. حالا برای اینکه من از این فرمول استفاده بکنم باید چیکار بکنم؟ اینجا این منفی کم دارم. چطور این منفی رو اضافه بکنم؟ من میدونم که این علامتش مثبته و میتونم این مثبت رو بنویسم منفی در منفی، چون منفی در منفی مثبت میشه. بنابراین داریم انتگرال منفی سینوس x به روی کوسینوس x دی x. میتونم بنویسم منفی انتگرال منفی سینوس x به روی کوسینوس x دی x. حالا میتونم از این فرمول خوشگل استفاده بکنم. اگه اینو f فرض کنم بالا چی میشه؟ مشتقش میشه f پریم. پس جواب من میشه منفی ln قدر مطلق کوسینوس x به علاوه c. در نتیجه من این نکته مهم ریاضی یاد گرفتم که انتگرال تانژانت x برابر میشه با ln قدر مطلق کوسینوس x به علاوه c. لایک، کامنت، فالو، سابسکرایب فراموش نشه.